امکان داریم توسط نمایش باز به یک گوشه تاجیکستان سفر کنیم. این موضعی است که همه روز سیاحان زیاده به تماشایش می‌آیند. 44 چشمه. اون یکی از یادگاری‌های طبیعی و اکولوژی تاجیکستان میباشد. 44 چشمه زیارتگاه و آرامگاهی معروف در حدود ناحیه ناصر خسروی ولایت ختلان واقع در 230 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه است که در میان مردم همچون 44 چشمه شفابخش موضع دارای تاریخ بیش از 2000 ساله شناخته شده است. چلوچور چشمه در تاجیکستان و در ازبکستان همسایه خیلی مشهور است. در این موضع که دشت و بیابان بود، از تگ تپه نچندان بلند 5 چشمه کلان فواره زده به 39 چشمه میده تقسیم می شود. آبی همه چشمه ها یک جای شده جویباری کلانی بستگیش 12-13 متر را تشکیل می دهد و در آن ماهی زیادی موجود است. ماهی ها با جریان آب به پایان نمی روند، بلکه در خودی سرچشمه آب ها در مسافه 800-900 متر شنا می کنند. به ایده مورخان زیارتگاهی مذکور هنوز در عصر یکی پیش از میلاد ارزی هستی کرده، اما اوج شهرتش به عصر 8 میلادی پس از آمدن اسلام به وادی قبادیان راست می آید. موافق بعضی معلومات های در میان مردم موجود بوده، آب 17 چشمه آن شفا بخش به شمار می رود. میان مردم هر یک چشمه خصوصیت طبابت و نام محلی خاص دارد. چشمه ماران، خنک زدگان، از گزیدن مار و از شمار زدن، استخوان درد، از کسلی های استخوان، تب لرزه، از تب لرزه، شفا بخش و غیره. تماشابینان را صاف و بی‌آلایش و درمان بخشی آب چشمه های این موضع و نیز ماهی های زیبا و چشم‌ربای آن مفتون کرده است. زایران میگویند به خصوص از تماشای گل ماهی در آب شفاف سیر نمی شوند، اما ماهی های این چشمه را داشتن و استعمال کردن قطعاً ممنوع است. پژوهش‌های طبی تصدیق کرده است که آب چشمه ها برای رفع بیماری‌های چشم، معده روده، پوست، سرمازدگی، فشار بلندی، استخوان درد، بیماری‌های روحی، گوش و گلو بینی، جگر، سنگ تلخه و بی‌ضروریاتی بسیار مفید می‌باشد.
ҳанӯз дар ҳудуди чашма боғи калони дарахтони мевадор воқеъ аст. ҳамчунин чанд хона барои нафароне ки ба тамошо меоянд сохта шудааст. метавон гуфт ки 44 чашма аз зумраи мавзеҳои сайёҳии Тоҷикистон аст ки дар 4 фасли сол ҳамеша тамошобини зиёде дорад.